باید جوانا، چرا ما جوانا رو همیشه به زبان میگیریم؟ بخاطر که جوانی یک عمر همه ما و شما یک وقت جوان هم بدیم. یعنی جوانی به تجربگی هست. چی شیطان باشد، چی شیطان صفت ها باشد، هر کسی که نباشد جوان رو به زودی به آسانی گمراه میکند. چرا؟ وقتی تجربه ندارد، ولی نمیداند که زندگی چی هست، نمیداند که حیات چی هست، نمیداند که کشور و وطنداری چی هست. هر کسی هم دعوا کرد میبینیم بسو خور و ذلیل شد. هر کسی دعوای منمنی کرد خور و ذلیل شد، ناکامی دنیا و آخرت شد. برای همین هیچ کس باید منمنی نکند، نگوید که من متخصصی ورزیدم دیگران رو تحقیر کند، من عالم و دانشمندم دیگران رو تحقیر کند. نه، هیچ ممکن نیست، چرا که این به ناکامی و به بدبختی میبرد. همه باید تواضع کند، همه باید خاکسار باشد، همه باید همدیگر رو احترام کند، قدر کند، همدیگر رو قدر کند، هیچ کسی رو تحقیر نکند. کامیابی و سعادت ملت ها و دولت ها هم در همین است. لیکن متاسفانه میبینیم فرعون چقدر دعواها کرد، چقدر کشت، بچی شرمنده‌وار خار و ذلیل از این دنیا رفت که در عین قدرت و قوت و حکومت و همون زبردستی و ظلم و ستمش بود. ببینید که پروردگار چقدر خار نابودش کرد. یا چنگیز نیم دنیا میلیون ها انسان ها خصوصا مسلمان ها را به قتل رسانید، میلیون ها و میلیارد ها قرآن ها آتش زد، لیکن چقدر خار و ذلیل مرد رفت. مسلمان تمام شد یا اسلام بر هم خورد؟ نه، برعکس. هر چقدر زیاد کشت همون قدر اسلام اوج گرفت، رونق گرفت، یعنی قوت گرفت. یعنی پس میگه ما شما را به قومیت ها و ملت های گوناگون تقسیم کردیم، این برای شما هم امتحان است، احتیاط باشید. لیکن در عین زمان باز از همون قومی خود، از ملت خود و از وطن خود و از کشور خود باید هم افتخار داشته باشید و هم حمایت کنید، آباد کنید، سهم بگذارید. من شما رو در افریقا خلق نکرده است، در اینجا خلق کرده است. در اینجا مدام خلق کرده است پروردگار از من و شما چی میخواهد؟ از من و شما میخواهد که این سرزمین و این وطن و این دولت و این حکومت خود رو، این کشور خود رو آباد کنیم، حمایت کنیم. حمایت کردن، آباد کردن، توصیه کردن، نصیحت کردن، خصوصا جوانان رو تا اینکه در دام و چنگک دشمنان نافتند. این وظیفه ایمانی هر یکی ما شما هست که باید دویم بگیم دادر بچم احتیاط باش. گروه های مغریزی غرضناک بدخواه زیاد هست، یعنی سعی و تلاش ها و این همه ناکام کردن و به خون و خاک کشیدن بعضی از کشورها، این همه تجارت هست. تجارت این بدخواه ها هست که میخواهند با این راه، با این سخنهایی که در ظاهر یک بافته و ساخته در ظاهر چیزی نمایان می شود، اصلا غرض و مقصدشون غارت کردن و از بین بردن کشورها هست تا اینکه درآمدی هنگفته به دست بیارند. همین جنگای که شده ایستاده است همش تجارت است. باید جوانا، چرا ما جوانا رو همیشه به زبان میگیریم؟ بخاطر که جوانی یک عمر همه ما و شما یک وقت جوان هم بدیم. یعنی جوانی به تجربگی هست. چی شیطان باشد، چی شیطان صفت ها باشد، هر کسی که نباشد جوان رو به زودی به آسانی گمراه میکند. چرا؟ وقتی تجربه ندارد، ولی نمیداند که زندگی چی هست، نمیداند که حیات چی هست، نمیداند که کشور و وطنداری چی هست. ولی نرفته است در خارج که چی معامله اش کنند، بعد بداند که ها بیست که این وطن و کشور و دولت و زادگاه و ملت و هموطن و همزبان و ملت من و دولت من برای من چقدر عزیز است. ندارد این تجربه رو، برای همین فریفته می شود، فریب می خورد، می رود همون جان عزیزی خود را قربانی اسلام نمیکند. اگر قربانی اسلام کند حالی بگیم که خب دیگر قربانی، یعنی همون گروه های افراطی، گروه های بدخواهی که با جان جوانان مسلمان تجارت میکنند، جان عزیزی خود را قربانی همون ها میکند. خدا نشانه دهد.
چقدر کشورهای آرام و آباد و پیشرفته و ترقی کرده رو با خون و خاک کشیدند به دست جوانانشون. لیبیا یک دولت خیلی پیشرفته ترقی کرده در قاره افریقا بود، یک دولت عربی. 25 تا 30% حافظ قرآن بود. 30% همون کشور حافظ قرآن، قاری قرآن بودن. لیکن ببینید چند جوانی رو یا یک گروه جوانی به فرهنگی به تجربه رو با میدان ها کشیدند و همون کشور آباد و پیشرفته و ترقی کرده رو آرام و آسوده رو با خون و خاک کشیدند. حالا ببینید ده ها گروه های وجود دارد که حالا دیگر کی میدوند؟ خدا میدوند که کی با هم میآیند دست به هم میدهند، کی آرام میشود این رو پروردگار خودش نداند و هیچ از چنگ این گروه های بدخواه هم حالا خدا میدوند کی نجات مییابند. که اون گروه های بدخواه منفعت های خود رو که به دست آوردند بعد میگن برید بلا با پستان اگر سازش کنید تمام.